خدایا چیکار کنم چیکار نکنم، باز رفتم تو فکر. خرسم از اون ور خیلی خوب رفتم بالای صخره، یه سنگ و قل دادن، یه تیکه چوب و یه تیکه تناب و یه زامنم زیرش واسه خلاصی سنگ، یه تومه زیر صخره، یه ذره عسل، یه خوردم انوگو کنارش. خرسه اومد، گفتم بیا خارکسته جلو، بیا 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 مادر جنده. تفنگم دستم جناب آسی. من نشستم ته غار تو تاریکی، خرسه وسط دهنه غار پاشو برد بالا. از اون ته غار تا آمد سرشی بیاره مثل اعوذ بالله، تفنگو آوردم مگسک تو چش راستش، تا یکی دیگه پخ کسته پا. خرسه کونش رفت رو هوا.